بدترین ظلمی که در مرد افغان در این زمانه میشه است که او را با مردهای اینفلوئنسر سوشال میدیا مقایسه میکنن. میگن چرا زنای خود محبت نمیته، چرا گل نمیاره، چرا بیرون نمیبره، چرا کارهای رمانتیک نمیکنه. آیا او کسی که در جلوی کمرک خانم خود ماچ میکنه، برش توفه میخره، سالگرد ازدواجش تجلیل میکنه، او کسی است که اینفلوئنسر است، او کارش همیست. حتی اگر در صبحکی کت خانم خود در سرحد طلاق و جنگ و هفت پشت خود از قبر کشیدنی قال مقالم کرده باشه، 1 ساعت بعد روی خود میشوین و احساس میکنی که اینا نو عاشق یکی دیگه شدن. کار اونا همیست که تو باور کنی زندگی واقعی همیست، در صورتی که زندگی واقعی خودت و شوهر بیچاریت است که به خاطر $10 1 ساعت در زیر کار شاقه زحمت میکشه و میایه. زبان عشق مرد افغانی محبت است، نکاحی است که همراه شما میکنه، تعهدی است که به شما و اولادتان داره. در وقت ولادتتان نمیگریزه، در اندکترین چیز دلتان نمیلرزه که آلی طلاق میته، آلی طلاق میته، آلی طلاق میته، آلی طلاق میته. فرهنگ ما، مردای ما بهترین مرد است. حقیقت زندگی خودتانه با اینفلوئنسرایی که کارشان نقش بازی کردن و موتری کرایی و خانه کرایی و لباس کرایی